ویتنام کشوری در آسیای جنوب شرقی، کشوری پر از شگفتی‌های عجیب غریب. اینجا با جمعیت 101 میلیون نفر 15مین کشور پرجمعیت جهان به حساب میاد. ویتنام از شمال با چین، از غرب با لاوس و کامبوج و از طریق خلیج تایلند با تایلند، فیلیپین و اندونزی و از طریق دریای جنوبی چین با مالزی مرز آبی داره. نرخ باسوادی اینجا بیش از 97%. اگر حقایق مختلفی توی ویتنام وجود داشته باشه که بخواد شما رو تحت تاثیر قرار بده، قطعاً این موردی که از اونهاست. در طول سالها ویتنام پیشرفت قابل توجهی توی بهبود سیستم آموزشی خودش داشته و امکان تحصیل در دسترس برای کودکان و بزرگسالان رو فراهم کرده. نرخ بالای باسوادی گواهی بر اهمیت آموزش و تعهد کشور به پرورش جامعه‌ای باسواد و آگاهه. کمی هم راجع به اقتصاد این کشور صحبت کنیم. واحد پول این کشور دونگ نام داره. طبق آمار امروز هر $1 39,000 دونگ ویتنامه. نکته‌ای که باید بدونید اینه که ویتنامی‌ها عاشق آبجوان. یکی دیگه از حقایق جالب در مورد ویتنام اینه که آبجو نوشیدنی مورد علاقه مردم محلیه. ویتنامی‌ها اغلب با دوستان و خانواده‌هاشون توی غرفه‌های آبجوی محلی یا مؤسساتی که بیاهی نام برده میشه، البته اگه درست بگم، جمع میشن و در حالی که از غذاهای خیابونی لذت میبرن و گفتگوهای پرجنب و جوشی دارن، لیوان‌های خنک آبجوشون رو مینوشن. از طرفی هم اینجا بهشت قهوه هست. راجع به نوشیدنی محبوب اینجا گفتیم، اما تنها نوشیدنی محبوب اینجا آبجو نیست. قهوه یکی از نوشیدنی‌هاییه که مردم ویتنام به اون علاقه زیادی دارن. در واقع جالبه بدونید که کشور ویتنام دومین کشور بزرگ تولید کننده قهوه در جهان بعد از برزیل و طبق گزارشاتی که انجام شده این کشور 16% قهوه جهان رو تولید میکنه. بریم سراغ یکی از عجیب ترین حقایق ویتنام، یعنی کلاهبرداران عاشق. شاید اسمش یکم عجیب به نظر برسه، اما یکی از مطرح ترین کلاهبرداری های ویتنام همین خانومایی هستن که براتون تور پهن میکنن و جوری سرتون کلاه میذارن که باورتون هم نمیشه. تصور کنید به این کشور سفر کردید و به یکی از بارهای این کشور رفتین. همه چیزم داره عالی پیش میره و یه دختر جذاب با رفتار عالی رو میبینید که داره به سمتتون میاد. اون شروع میکنه به صحبت کردن باهاتون و همه چیز خوب پیش میره و شما هم اون دختر رو به یه نوشیدنی دعوت میکنین. از اونجایی که نوشیدنی گرون خریدن توی این کشور نشونه جذابیت اون مرده، یه نوشیدنی گرون مهمونش میکنید و وقتی به خودتون میایید میبینید که اون دختر فقط از شما نوشیدنی میخواسته و از سرتون کلاه رفته. خیلی مواقع اونا حاضرن به شما خدمات زیادی رو هم بدن و حتی داستان رو جوری پیش میبرن که حتی اگه یه لحظه هم فکر بکنید که قرار سرتون کلاه بره، باز هم اون مسیر رو ادامه میدید. اما وقتی به آخر مسیر میرسید به خودتون میایین و میبینید که هم جیبتون خالی شده هم قلبتون شکسته. شاید براتون عجیب باشه، اما حتی مواردی هم بوده که خانم 39 ساله سر یه آقای 57 ساله ویتنامی رو که توی سان فرانسیسکو زندگی میکرده کلاه گذاشت و مبلغ باور نکردنی $136,000 پول رو گرفته و یه غیبش زده. خلاصه که حسابی حواستون رو جمع کنید، چون هیچ کس قرار نیست الکی عاشقتون بشه و اکثرا دنبال پولن توی ویتنام. البته که ویتنام حقایق عجیب غریب کم نداره. یکی از عجیب ترین اونها نوشیدن شراب ماره. اعتقاد بر اینه که نوشیدن شراب مار باعث بهبود سلامت و مردانگی میشه. نوشیدن شراب مار یه روش سنتی توی ویتنام و برخی دیگه از کشورهای آسیایی، چرا که اعتقاد بر اینه که این نوشیدنی دارای خواص تقویت کننده سلامتی و مردونگیه. مارهای بالغ معمولاً مارهای سمی هستن مثل کبرا که در شراب به برنج ویتنامی تزریق میشن و زهر مارها با محتوای بالای الکل به اصطلاح دناتوره میشه و این نوشیدنی رو برای مصرف بی خطر میکنه. شراب مار ویتنامی گردش خون رو بهبود میبخشه و مردونگی رو بیشتر میکنه، ولی خب اینطوری هم نیست که همیشه مصرف بشه. بیشتر توی مناسبت‌های خاص استفاده میشه. توی ویتنام طبق تصورات فرهنگ‌های مختلف هدیه دادن دستمال، گل‌های زرد یا هر چیز سیاهی بدشانسی میاره.
از اونور لاک‌پشت توی ویتنام نماد خوششانسی زیاده. همچنین عروسی سنتی ویتنامی یکی از مهمترین مناسبت‌های این کشور هست. هنوزم بسیاری از آیین‌های قدیمی دنبال میشن توی این کشور و این آداب و رسوم توی فرهنگ اونها بسیار مهم تلقی میشن. اما توی عصر مدرن با سنت غربی و شرقی ترکیب شدن و هر روز کمرنگ تر میشن. حالا با تمام نکاتی که گفته شد نظر شما راجع به ویتنام چیه؟ یادتون نره که حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بذارید. با سابسکرایب کردن چنل و زنگوله بغلش از جدیدترین ویدیوهای من با خبر میشید. تا ویدیوی بعد، بدرود.